خدا وکیلی به این پدر چی باید گفت؟ شما بگید. بابا روی کیک خلال چوبی هست، شمع هست، نشانه تولد مبارکباد هست، میوه هست، داخلش سازهای چوبی و پلاستیکی وجود داره. وقتی کیک رو با این شدت تو صورت فردی که تولدش میکوبید یا سرش رو توی کیک میزنید، فقط کافیه این مواردی که خدمتتون عرض کردم با چشم اون فرد برخورد کنه. مطمئنا اون فرد بیناییش از دست میده، زیبایی صورتش از دست میده، احتمال داره دچار زایه نخایی بشه، شاید براش مرگ مغزی به وجود بیاد به خاطر اون شدت و اون ضربه. اینقدر راحت با جون افراد بازی نکنید، اینقدر اصرار به این کار نداشته باشید. اگرم قراره یه خنده و فانی رو داشته باشید، یه مقدار خامه رو کیکو بردارید بمالید رو صورت فردی که تولدشه. اینجوری به اون فردم آسیب نزدید. خواهش میکنم به کودکانتون آموزش بدید، مراقبشون باشید. ایمن باشید. خدا نگهدار.